أينما كنا. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می کند. خواهیم کفر را از این دنیا برون کنیم، تا که مردم را به سوی دین خود مشغول کنیم. تا که خواهیم کفر را از این دنیا برون کنیم، تا که مردم را به سوی دین خود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستی برای ما کلیپی فرستاده، گرچه کلیپ کمی قدیمی، شاید بگرده به 6-7 ماه قبل یا شاید هم بیشتر، اما موضوع جالبی است. این رو با هم میبینیم و من پاسخی دارم برای این کلیپ. ببین برادرها، به خاطر این من میگم که بسیار میگن دعا نگیره. چرا در هر نماز تمام دنیا یقینا ملت مسلمان در اذان دعا میکنن برای پیغمبر، بوده حق دعا بکنه و رزقنا شفاعته. بازی اگر تماشا کنید در تلویزیون مثال حق داشت میگه جاش او همون برادرها ملال نشه. اون مثال حق توحید اونها همون اونهای بی مذهبن، اونها را ما میفهمیم. اگر 10 سخن راست بگه مثل یک انسان عسل میتی در درونش زهر میتی کو، در اون برطرفش اون سخنهایی داره که مسلمانان را اعتقادشون رو ویران میکنه. همون مثال حق توحید در درون عسل مسلمان اون را زهر میتن. یکی تماشا بکنه اذان میگه و رزقنا شفاعت یوم القیامت، همین شفاعت پیغمبره ای دعای اذان گرفتن پرتافتن. خودت تماشا بکنه اونا شفاعت پیغمبر روز قیامت ممکن هستند. نعوذ بالله که محمد چه حق داره که گناهکاران را شفاعت میکنه؟ خودت در تلویزیون کانال تماشا کنه، نوشته میبرایه همین خط شفاعت پیغمبر رو گفتن پرتافتن، قبول ندارن. از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این چیزای مبارک بردن رسوندن. بله دوستان عزیز، این کلیپ رو دیدید. ایشون یکی از دامولای تاجیک است. ادعا میکنه که ما گفتیم که دعا نکنید. این یک دروغ. میگه که ورزقنا شفاعته یوم القیامه، این رو ما از دعای اذان انداختیم. این دوم دروغ. میگه که این ملاهای بی مذهب هستن. سوم دروغ. میگه که اینا زهر را با عسل قاطی میکنن. چهارم دروغ. میگه که اینها شفاعت پیامبر را منکر هستند. پنجم دروغ. و میگویند که تهمت میزنه به ما که انگار ما گفتیم که محمد صلی الله علیه وسلم چه حق داره که شفاعت میکنه. اینم ششم دروغ. این آقا 6 دروغ در این کلیپ کوتاه به ما نسبت داد. ببینید، هدف ما در این شبکه آگاه کردن امت است. نه به زور مطلبی رو، عقیده‌ای رو غالب میکنیم به کسی و نه کسی رو مجبور میکنیم که حتما باید به حرف ما گوش بده. همیشه شعار ما این بوده که فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بشارت باد بر آن بندگانی که سخنها رو میشنوند و از بهترینش پیروی میکنند. اگر این دامولا جاهل هست به حدیث پیامبر، به دین، خب اون عمامه و اون ریش رو بذار کنار و اون عبا و قبا رو بذار کنار و ادعا نکنید که شما عالم دین هستید، دامولا هستید و مردم رو فریب ندید با این ریش و با این عبا و با این عمامه تان. اول برید درس دینی بخوانید، 1-2 کتاب حدیث بخوانید، قرآن بخوانید و بعد از اون بیایید جلوی مردم وایستید و دم از دینداری و دعوت بزنید. این مشکل است که متاسفانه خیلی از ملاها و دامولاها دارن که باید یک کمی علمشون رو زیاد بکنن، برن 4 کتاب نخوانن، برن 4 تا کتاب درست حسابی بخوانن. اینا متاسفانه ملای 4 کتابی
اینا هستن که دین رو خراب کردن، خواستن در تاجیکستان. ملایی که کل علمش در همون 4 کتاب و ختم میشه و فکر نکنم که بهتر از این عبارت دیگه چیزی در این 4 کتاب وجود داشته باشد که غم دین خور که غم دین است، همه غم ها فروتر از این است. به هر صورت این ملای 4 کتابی دین رو اینا بدنام کردن، مذهب رو اینا بدنام کردن، با اعمال زشتشون کاری کردن که بهانه دست دشمنان اسلام بدن و هر روز یکی از اینا رو بیارن در تلویزیون تاجیکستان نشون بدن و بگن که بله این است ملای مسلمان، این است عالم دین، تا مردم رو از دین و از اسلام متنفر بکنن. اولا همه بینندگان شاهد هستن که در طول این 10 سال ما هیچ وقت نگفتیم دعا نکنید. همیشه مشکل ما با دوستان خواستم با شیعیان این بوده در تماس‌ها و مناظرات و گفتگوهایی که داشتیم که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که ادعونی استجب لکم، مرا در دعا بخوانید تا شما را اجابت بکنم. کی گفته که دعا نکنید؟ دعا عبادت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که دعا مغز عبادت است. یعنی اگر نماز و روزه و زکات و حج و صدقه و جهاد و همه عبادت‌هایی که شما انجام میدید اعضا و جوارح عبادت باشه، مغز عبادت دعاست و دعا رو انسان فقط خالصانه باید برای الله سبحانه و تعالی قرار بده. و همانطوری که هر عبادت برای خود وقتی داره، برای خود زمانی داره، برای خود روش، ما میگیم عبادت هاتون رو مطابق قرآن و سنت انجام بدید. ما میگیم فلا تدعوا مع الله احدا، ما میگیم با الله سبحانه و تعالی کسی دیگری رو در دعا نخوانید. اللهی که میفرماید که و نحن اقرب الیه من حبل الورید، اشاره گردن به اون نزدیکتریم، این خدا رو به تنهایی بخوانید، با او کسی دیگری رو نخوانید. دلیلمون هم قرآن، دلیلمون هم حدیث و دلیلمون عقل و منطق. هیچ وقت نگفتیم دعا نکنید. این دروغی است که این دامولا به ما زد و اگر در این دنیا دیدند این کلیپ رو، مسئول هستند در پیشگاه الله متعال که توبه بکنن و از این دروغشون برگردن و در حضور همین افرادی که در این مجلس جمعن باید معذرت خواهی بکنن از این جهالت و از این عدم آگاهی، و الا در روز قیامت، در اون روزی که یوم لا ینفع مال ولا بنون، خصم ایشون ما خواهیم بود. میگویند که وارزقنا شفاعته و یوم القیامه، این روش ما از دعای اذان حذف کردیم. اگر این انسان یا این داملا صاحب کمی عقل می داشت، علم می داشت، یک سری به کتب سنت حداقل میزد، متوجه میشد که وارزقنا شفاعته و یوم القیامه اصلا وجود نداره. در دعایی که من 2 روایت از صحیح بخاری و مسلم رو برای شما آوردم، انشاءالله نشون میدم اینجا، اصلا همچین کلمه، همچین جمله وجود نداره در دعای اذان. و این لفظ من درآورد میگه که این دعا از ما همچین کار کردیم. شافعی نه امام مالک نه امام ابو حنیفه، هیچ کدوم از بزرگان دینی رو نگفتن که شفاعتی وجود نداره. شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم در حق امتشون حق است و هر کسی که انکار بکنه کافر است، هر کسی که میخواد باشه. ما با کسی شوخی هم نداریم و این دروغ دیگری است که ما این رو از حدیث حذف کردیم. من برای اثبات این مطلب یک سرچ کوتاهی کردم و این مطالب رو خدمت شما عزیزان نشون میدم. احمد جان اگر این صفحه وردی که من آماده کردیم این رو نشون بدید که بینندگان عزیز هم ببینند. این دعاست، دعایی که بعد از اذان باید هر مسلمان بگه. سنت است، سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بار الها، ای پروردگار، این ندای کامل و نماز برپا شده، وسیله و فضیلت را به محمد صلی الله علیه و آله و سلم عطا فرما و در روز قیامت او را به مقام محمود، این مقام محمود و ستوده‌ای که به او وعده داده ای
نائل بگردان. این رو شما داشته باشید، این مقام محمود. مقام محمود و ستوده اینجا آت محمدا الوسیله والفضیله و بعثه مقاما محمودا. مقاما محمودا. این مقام محمود چیست؟ این مقام محمود طبق اقوال اهل علم امان شفاعت است. این مقام محمودی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به اون میرسن، ببینید در روز قیامت همه خلایق جمع میشن. مردم میرن پیش آدم علیه السلام که برای ما شفاعت کن، میرن پیش عیسی علیه السلام، پیش موسی علیه السلام، پیش پیامبران الهی. تنها کسی که حاضر میشه در پیشگاه الله سبحانه و تعالی که شفاعت بکنه از امتش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. و این مقام همون مقامی است که مقام شفاعت است طبق اقوال اهل علم، که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به این مقام میرسن. و وقتی که ما این دعا رو میکنیم که و بعث مقاما محمودا الذی وعدته، در حقیقت ما آرزوی شفاعت و دعای شفاعت رو میکنیم که بارالله، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم رو به این مقام برسان و شفاعت او را نصیب ما بگردان. اما وارزقنا شفاعته یوم القیامه نیست. همچین روایتی نه در بخاری نه در مسلم وجود نداره. من همین دو کتاب رو سرچ کردم، در کتاب‌های دیگه یقینا همچین روایتی وجود نداره که ما در بعد از اذان بگیم که وارزقنا شفاعته یوم القیامه. این رو ما روزانه تکرار میکنیم و علما گفتن که آت محمد الوسیله، وسیله مقام منزلت بزرگی است در جنت، فضیلت رتبه زائدی است که بر نسبت به سایر خلق به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داده میشه که شاید منزلت دیگری باشه در جنت. و بعث مقاما محمودا الذی وعدته الشفاعة العظمى فی موقف القیامه. این شفاعتی است که در روز قیامت در پیشگاه الله سبحانه و تعالی مختص محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. الان ما میریم روایتی رو برای شما عزیزان میاریم. اولین حدیث از صحیح مسلم است. احمد جان اگر این رو نشان بده. بله، از عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنهما روایت است که انه سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما یقول. اگر که اذان رو شنیدید، هر چه که مؤذن میگه شما بگید. وقتی میگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر که میگه، شما بگید الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول. هر چی که مؤذن میگه شما هم باش تکرار بکنید. بعد از این کن یعنی عادتا مؤذنین بعد از هر جمله که میگن یک توقف کوتاه میکنن. در همین توقف میتونید شما تکرار بکنید یا با مؤذن تکرار بکنید. بعد از اینکه این تمام شد، ثم صلوا علیه اللهم صل علی سیدنا و حبیبنا محمد. بعد از اون فانه من صلى علی صلاة صلی الله علیه بها 10. کسی که به من درود بفرسته، الله سبحانه و تعالی 10 مرتبه بیشتر به او چی کار میکنه؟ درود میفرسته. ثم صلوا الله لی الوسیله، اون چیزی که ما در دعا میگیم برای پیامبر صلی الله علیه و سلم، وسیله رو ما دعا بکنیم که الله سبحانه و تعالی نصیب ایشون بکنه. فانها منزله فی الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله و ارجو ان اكون انا هو. این وسیله فقط برای یک انسان، برای یکی از بندگان الهی میرسه که من آرزو میکنم که من باشم اون شخص. فمن سأل لی الوسیله، کسی که برای من وسیله این مقام بالا رو خواست که اون مقام شفاعت است، حلت له شفاعه، شفاعت من نصیب او می شود. کسی که با ایمان، با اعتقاد، با تقوا این دعا رو بخونه بعد از اذان، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که وقتی شما این رو وسیله رو برای من خواستید، شفاعت من نصیب شما می شود. در این روایت که ما خدمت شما عزیزان نشون دادیم، تشکر احمد جان، در جایی نگفته که شما چیکار بکنید؟ برید بگید که وارزقنا شفاعت و یوم القیامه. چون همین و بحث اینجا ببینید اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. این مقام محمود که با وسیله به پیامبر صلی الله علیه و سلم میرسه، همون مقامی است که ایشون شفاعت میکنن در حق امت. پس همچین روایتی ما نداریم
جناب داملا صاحب بزرگوار. حدیث دیگر را از بخاری خدمت شما عزیزان میارم که این حدیث اول از عمرو بن عاص بود و حدیث دوم از جابر رضی الله تعالی عنه روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من قال حین یسمع النداء، کسی که اذان را شنید بگه که اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ببینید دقیقا همون دعایی که ما پخش میکنیم و ما میگیم. این دعا در حدیث صحیح بخاری آمده که این دعا از جابر رضی الله تعالی عنه روایت است که در اینجا نگفته که وارزقنا شفاعته یوم القیامه، بلکه بعد از ادامه این، بعد از اینکه دعا تمام میشه چی میگه؟ کسی که این دعا رو بخونه حلت له شفاعتی یوم القیامه، نصیب او میشه چی؟ شفاعت من، شفاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم در روز قیامت. خب این خودش، این دعا خودش سبب میشه که پیامبر صلی الله علیه و سلم از ما شفاعت بکنه. بعد حالا شما بیاید یک جمله دیگه در آخر این حدیث اضافه بکنید. این دین است جناب داملا صاحب. شما اگر بخاری و مسلم رو نخواندید، اگر احادیث پیامبر رو نشنیدید، مطالعه ندارید و از دینتون اطلاع ندارید، دیگران رو تهمت نزنید که ما منکر شفاعت هستیم و ما بی مذهب هستیم. اگر حرف شما درست باشه پس جابر انصاری رضی الله تعالی عنه هم ایشون هم بی مذهب بوده، ایشون هم منکر شفاعت بوده. خب این روایت رو ایشون روایت میکنن از پیامبر صلی الله علیه و سلم و همچنین روایت مسلم هم دلالت بر این داره و هیچ لفظی در اینجا نیامده که ما بعد از اذان بگیم که ورزقنا شفاعته یوم القیامه. این در مورد این سخن این داملا صاحب که واقعا جهل در دین یکی از اسباب مشکلاتی است که متاسفانه در کشورهای اسلامی دامنگیر بعضی از ملاهایی شده که به نام دین رو بدنام میکنن. زهر رو میگه با عسل قاطی میکنن. نخیر جناب داملا صاحب، ما دین رو همانطوری که از دو منبع اصلی قرآن و سنت هست اینجا برای مردم تبلیغ میکنیم. بر اساس هوا و هوس هم صحبت نمی کنیم. اگر شما ادعا میکنید که با مذهب هستید، به مذهب کی هستید؟ به مذهب قرآن و سنت، به مذهب امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه. برید بخونید در کتاب ها، یکی مطالعه بکنید که اعتقاد امام ابو حنیفه چگونه است. و از آن گفته که این رو منکر شفاعت هستن که اینو جواب دادم و میگن که اینا اعتقاد دارن که محمد صلی الله علیه و سلم چه حق داره که شفاعت میکنه. این دروغ بزرگی است که نسبت میدن و هر کسی که منکر شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم باشه کافر است، چون که احادیث صحیح و صریحی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم اومده رو انکار میکنه.